бобоҷон дар бораи занҳое ки нописандӣ шавҳар мекунанд сухан мекардед. ҳар боре ки сухан мегӯем мегӯянд ки мо канизи ту нестем. хоҳиш мекунам бобоҷон бисёр нописанд шуданд. бародаро савол карданд ки дар бораи занҳое ки шавҳарҳоро нописандӣ мекунанд ё ин ки агар пай корш бигиранд мегӯянд ман канизи туюм. мақсад дар бораи инҳо ман аку дар бораи инҳо шумо ҳаққи ҳамин мардҳо болои занҳо ман 5 ҷумъа 5 соат дар ин бобат суҳбат дорам. حمد به حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما و شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه می‌کنیم. مثلا برای بزبلش شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیس از هندی و دیگر غیره برای خراب شدن، فربه شدن، پروستات بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. مفصل‌تر جواب‌هاتون رو میگیریم. ولی به هر حالم که باشد خواهرای عزیز، خداوند حق شوهر را بالای زن گذاشته است. هر کاری را که الله مهربان در قرآن و پیامبرمان بر گوش ما و شما رسانیده است، کی را بر کی حقدار کرده است همش به منفعت ما است. اگر در خانه زن اطاعت از مردک کند از خدا امید است که بسیار زندگیتان زندگی خوب میشه. لیکن اگر زن از مرد ناپسندی کند زود است که این زندگی شما کنده می شود. من بسیاری زنهای را دیدم که به قدر شوهران رسیدن اگرچه صاحب 4 فرزند بودند ولی به اینشان طلاق شد، به اینشان زندگیشان از بین رفت. هر یک چیز حد دارد. برای همین خواهرای عزیز شما شوهراتون را حرمت کنید. به قدر شوهراتون رسید. رسیدن حق شوهر، احترام حق شوهر بر ذمه شما واجب است. پیامبرمون وقتی در حدیث میگه خیر النساء اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. بر خواهر عزیز اکو گوش کن. میدونی که همین پیغمبری که چقدر محبوب دلها مونه، همین پیغمبری که نامش میشنویم صلی الله علیه و سلم میگیم، همین پیغمبری که یک دستور عمل حیات ما شدگیه، یک پیغمبری نازنینی که زعید دهنش گویم اصل میریزد، یک پیغمبری نازنینی که غم ما امتاش خواه مردها خواه زنها مونه غم ما را میخورد، همیشه در اندیشه ما بود. حتی دم آخیرش ده هم وقتی گوشونه در قلب پیامبر گذاشتن به نام امتی گفته دنیا را پدرود گفتن. پیامبری که حتی در قیامت هم ما امید شفاعتش داریم. میگد که بهترین زن همون زنی که وقتی همین مردک در چهره همین زنک نگاه کنه خوشحال شود. خواهر عزیز همین اگر تو سخن پیامبر ای همین را قبول کن، همین را در زندگیت شعار زندگیت کن، کو ببین که مردک قطعی تو چخیل می شود. یا با تمام مردم تاجیکستان اگر شما از همین حاضر سخنی که من معنا میکنم شما پیروی کنین، کو بینیم
همین عدد طلاقی که در یک سال 11,000 شد که آیا همین کم می شود یا نمی شود؟ اگر در بعضی حالت ها مردکان گناهگار باشند، در بعضی حالت ها خسرها و خشتامن ها هم که اگر گناهگار باشند، و در بعضی حالت ها زنها هم گناهگارند. این پیامبر نازنین بهترین زن میگم زنی که مردک وقتی که همین نگاهش میکند خوشحال میشود. ای چی؟ ای همون چهره تازه‌ای که زن دارد. تازه به معنای چی؟ به معنایی که در چهرهش قوق ندارد، در چهرهش غم ندارد، در چهرهش یک رازگی دارد، در چهرهش یک مهربانی دارد، در چهرهش استقبال دارد، چهرهش گرمه. وقتی مردکش میبیند تبسم میکنه. اگرچه شاید این زن دردم داشته باشد، این زن غمم داشته باشد، لیکن چنان خودش نمایان میکند که مردک ای دیدنش وقتش خوش میشود. یکم نشانه بهترین زن همینه. دو، هرگاهی که مردک امرش کنه اطاعت میکنه، نمیگه که من کنیزی تو نیستم، من خدمتگاری تو نیستم. با این سخنهای درشت، با این سخنهای تلخ، با این سخنهای بسیار زشت، خواهر عزیز تو هیچ وقت در قلب مردک تجا کردن نمیتونی. تو دعای نیک مردک هم گرفتن نمیتونی. و شما بدونین که این شریعت ایرا من نگفتم، ایرا پیامبر گفته است که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. کدام زن چشمش پوشید مرد، منش بستن، مردکش پرسیدن که ای همین زنه که با این چند سال زندگی داشتی راضی؟ بگه راضیم. الله گفت درهای جنت گشاده شد. اگر به شرط بگه راضی نیستم، وای به حالت. دویم چیزی که از بهترین زنها خواند، امرت کرد، میگه سپارش داد، اجرا کن. سه، هرگاهی که مردک جای سفر کرد یا ببین یک لحظه مقصد به یگان کار مشغول شید، هم در نفست احتیاط کن، هم در مال مردک. مال مردک دم خیانت نکن، ناموس مردک دم خیانت نکن. پیامبر گفت همین سه چیز کدام زن جمع میکنه در خودش، وای بهترین زنه. خواهر عزیز همین سه چیز جمع کن، به نام خدای مهربان قسم همون مردک تر بالای دست میگردانه و انشاءالله زندگی ما خوب میشود. ولی امروز منم تشویش دارم. منم همین مردمی که طلاق میکنن، همین مردمی که زندگی تلخ دارین، همین درد من خودم در احساس میکنم. زیرا که منم یک نفری واعظ، منم یک آدمی داعیم، منم یک آدمی هستم که به نصیحت من بسیاریاش زنگ میزنن که ما احتیاج داریم. وقتی احتیاج داشته باشن، ما را هم یک نفری اگر نزدیک خودشون که بشمارن، منم در همون غمهای شما و در شادیهای شما شریکم. برای این است که من برادرای عزیز بینین ساعت ها میابم، وقت ها میابم، حلقم قاق میشود و من برای شما گفته گذاشتم تا برای که زندگیت خوب شود. ولی بین زندگیت خوب شود به من چی؟ به من این قدری که من از دلالتم ثواب میگیرم و ایلو همون راحتی زندگی را تو میبینی، معیشت همون زندگی تا تو میبینی. برای من خواهر عزیز سخنهای مرا فقط به خاطر خدا قبول کن، انشاءالله تو عزت دنیا و آخرت میابی.